دوستان خسته نباشین. اولین ویدیوی چنل آموزش مبین ایردراپ. این دوستان وقتی که وارد سایت سندواچ میشیم، در ضمنم بگم که سندواچ یه پروژه ایردراپ معتبره و توکن لانچش هم توی همین کیوبان به عبارتی پارت یکش انجام میشه، یعنی توکن رو اونجا عرضه میکنه ایردراپ. ببین وقتی که وارد سایت sandwatch.com میشیم، قسمت لاگین روی متاماسک کلیک میکنیم. خب منتظر میمونیم تا بالا بیاد. دقت کنید که ولت متاماسک رو باید روی مرورگرتون داشته باشین. خب و بعد از اینی که سولفلیر رو داخل ولتتون متاماسکتون ایمپورت کردین، اینجا قسمت ساین رو انجام میدین. دقت کنید نوشته ساین مسیج. خب الان ما وارد سندواچ شدیم، ولتمون ایمپورت شد و اینجا از همون داره سید کد رو میپرسه. میگه کد معرفتون رو وارد کنید. میتونین از طریق دیسکورد این کار رو انجام بدین یا مثلا از همین کد من استفاده کنید. دقت کنید شما تو اکانت کار نکنید، صرفا جنبه آموزشی داره. اسماعیل ساسانی او هموطن ما بود، ما هموطن اوییم، او هموطن ما بود. نگاه کنید دوستان، یک سری صندلی ها رو داره اینجا بهمون ارائه میده. خب یک سری سیت هایی، مثلا کریتور، این یکی پریمیوم، این یکی وی آی پی. ما یه دونه فری رو انتخاب میکنیم خودمون که به عبارتی میشه بیسیک. خب حالا اگه بیسیک تونستم من پیدا کنم، اینا هاشش یه صندلی خالی بیسیک پیدا کردم. بعد اینجا باید یوزر نیم برای خودمون انتخاب کنیم. خب مثلا من میذارم مبینایار 11 12. آنلاک تیکت های کریپتو. نمیدونم اون فری سیت بود چی بود، من روش کلیک کردم. نه اون فری سیت نبود. خب ببینیم چرا آنلاک نمیشه. دوباره انجام میدیم مراحل. یوزر نیم. خب ببینیم بازم از همون فی میخواد. رایگان بود، نمیدونم تازگی هم اگه پول کرده باشم. نشد چرا؟ اسماعیل ساسانی هموطن ما، ما هموطن اوییم.
او هموطن ما. خب اینجا کانفرم رو انجام میدیم. بله اون موقع لاگین نشده بود. یوزرنیم اکسپت نکرد، یه یوزرنیم دیگه انجام بدیم. یه ساین اپتون کامپلیت نشد. حالا به هر حال من اینجا کامپلیت شده دارم. وقتی که وارد صفحه بشیم نگاه کنید تو قسمت بیسیک سیت که بیاین یک سری اطلاعاتی رو بهتون داره ارائه میده، مثل توتال ایرنتون که چقدر ایرن کردین، ضریبتون و شماره صندلیتون. اینجا اگر تلگرام و دیسکورد و پروفایلتون رو تکمیل بکنید همینجوری که میبینید داره بهتون پورتفو همینطوری ارائه میده و به عبارتی سنگین داره میشه توتال ریتینگتون در ثانیه. خیلی ساده است، فقط کافیه یک بار ساین اپ کنید، آدرس ولتتون رو وارد کنید و بعدش شروع کنین به ماین کردن. یعنی همینطوری اینو نگه دارین تا خودش ماین انجام بده. دقت بفرمایید دوستان، وقتی که میخواین کسی رو دعوت کنید باید اینجا کدتون رو کپی کنید، ارسال کنید برای دوستانتون که دوستانتون هم بتونن داخل این ایردراپ به صورت رایگان شرکت کنن. امیدوارم که موفق باشین و از این آموزش استفاده کامل رو برده باشین.